السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد سلام، خدا شما را نگه دارد. داملای عزیز، آیا داملا اگر نکاح را در غیر روز چهارشنبه کنی درست است یا نه؟ یعنی نکاح چگونه ای که ما و شما امروزها نکاح میکنیم، فرزندای خدا در روز چهارشنبه نکاح میکنیم، لیکن این امر نیست. در اسلام از خداوند و پیغمبر چنین امر نه آمده است که شما فرزندان خدا یا خودتان در روز چهارشنبه نکاح کنین. این گونه امر در کتاب نه آمده است. اگرچند بعض روایت ها هست که فاطمه را در روز چهارشنبه نکاح کردند و دیگر، لیکن اینها دلیل نمیشوند که در روز چهارشنبه باید که نکاح صورت گیرد. بلکه من چی گفتنی هستم؟ من به خدا قسم، از خدا چیزی پیش نیست، قسمی به خدا این کفارت دارد. من میخواهم که روز چهارشنبه نکاح نباشد، بلکه همان روزی که شما معرکه دارین، همان روز معرکه، در روز معرکه نکاح شما صورت گیرد. زیرا که در روز نکاح هر کدام شما در خانه نکاح گذرانیدین، یک معرکه دیگر مثل توی است. در یک خانه اگر 20 نفر 30 نفر جوانها جمع شوند، در یک خانه دیگر تا 30 دختر دیگر 40 دختر دیگر جمع می شود. حساب کنید 70 تا 80 نفر آدم در یک معرکه شب نکاح حضور دارند. چند قدر خراجات است. باید که ما و شما امروز مبارزه با ضد همین اسراف هایی که معنی ندارن و اسلام به این رخصت نداده است، باید که مبارزه بریم. من میدانم که پدرها میخواهند، برادرها میخواهند، لیکن شاید که مادرها و دخترها نخواهند، یا شاید عکس این باشد. باید یک جایه شوند و باید مبارزه با این خراجات های بی معنی کنند. خداوند در قرآن میگوید وآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. این سوره اسراء است. خداوند در این آیت میگوید که شما ای بندگان خدا اسراف نکنید، زیرا که خداوند اسراف دوست نمی‌دارد و کسی که اسرافکار است و برادر شیطان است و شیطان در نزد خدا کافر است. اینا در ما و شما باید که دیگر کار کنیم که شرط نیست که مردم میگد، همسایه میگد، از ملامت اینها دیگر ترسیدن در کار نیست. شب نکاح چند قدر خراجات زیاد. پیش از نکاح فاتحه هست. امروزها حتی که مثل که در زنها 10 خیل 12 خیل خوراک میپزند، امروز در مردها علاکه توسعه رسیده است. بعضی نکاحایی که میرویم اشتراک میکنیم تا 3 نمود خوراک در یک شب در دوام 1 ساعت پیش ما میارند. آیا این اسراف نیست؟ دوست می‌دارم که همان روزی که خانه شما با همین کلابی تازه خودمان میگیم اوسقال وقتی که میآید، کیلینگیر وقتی که میآید، همان دختردار باید چیکار کند؟ دختردار باید قبول کند. بهترین صورتش با او صحبت کند. از بس که پیغمبر خدا گفتن النکاح رق فلینظر احدکم این یضع کریمته. نکاح به منزله هست که گویا که این زن غلام مرد می شود. از این خاطر شما نظر کنین که آیا دختر را در کی می دهین؟ پیغمبر گفتن یعنی برای آنه که ما فهمیم که بچه این اوسقال چگونه بچه است. آیا بچه نمازخوان است؟ آیا بچه بی ترتیب است؟ آیا بچه با ترتیب است؟ برای این باید یک مهلت دهیم. 1 هفته مهلت می دهیم برای فکر. یک هفته مهلت برای فکر.
امروز الحمدلله که ترقیات در تلفن شده است، شرط نیست که وای باز بار دیگر دعوت کنه، وای باز خرید کند و باز خانه ما و شما بیاید. برادر مؤمن برادر مؤمن گفتند، معناش این است که یعنی برادر در روزهایی که سختی دارد، وزنینی دارد، باید ما دستگیری کنیم، نباید تله و تاراج کنیم. با واسطه تلفن میگیم، وقتی پرسیدیم احوال همه را فهمیدیم، معقول است میگیم معقول شد، معقول نشد میگیم فرزند شما معقول نشد. دیگه وای سرگردان کردن لازم نیست. وقتی اگر قبول کردیم، همون قده باید چیکار کند؟ با همراهی همون زنش یا یگان فرزندش یک بیگاه را اختیار میکنن میآیند در خانه ما و شما چیکار میکنیم؟ یک روی خط برای همون معرکه و برای همون مهر زن جدا میکنیم. نه مهر مشکل، نه مهر وزنین. حتی یک جوان میگوید که وقتی ما خانه یک دختر را بسیار مادرم دوست میداشت، اختیار کردیم تا که از اون خانه اون دختر را کلین گیریم. وقتی خانه دختردار رفتیم گفت که همون $200 توی همون حافظها میشیده است، همون پول حافظها را بتین. این خیال در گردن اونها بار کردن در کار نیست. بلکه همون شب یک روی خط میانه سبک در دست اونها باید تسلیم کنیم و بعدا اونها را جواب دهیم و روزی توی اعلام کنیم. دیگر چی لازم؟ فاتحه. باور کنین سر به سر همه گناهگار میشین، به خدا قسم گناهگار میشین. اینا بدعت هستند در اسلام ما و شما. اینا کدام دشمن در بین اسلام ما و شما در آمد؟ فاتحه برآورد، روز نکاح جدا کرد، 40-50 کرته برای یک دختر میدوزین. وای دیگر یگان اندازه اون دختر تغییر نمی‌یابد. همه او یک رزمیر است. برای خودتان یک 30 دانه کرته را یک رزمیر بخرین، سال دیگر پوشیدش میتونین؟ نمیتونین. 20 روی مال، 30 روی مال در یک بند کشال کردگی هستند. اینا چی در کار هستند؟ اینقدر اسراف برای کی در کار است؟ همونا را نمی شود که با همون لباس همون را پاره نکرده دادنی هستید. اولش اینقدر مشکل نیارین، وقتی اگر دادینم شرط است همه اون را کرته کند. خوب می شود که از اینقدر کرته زیاد، از اینقدر روی مالی زیاد در دست دختر یک قرآن بده. خانه همون شوهر در که آمد قرآن بخواند، در حق شوهر و خسر و خشتامنش ببخشد. در اون خانه نماز خواند، در اون خانه یک آداب اسلامی در رعایت کند. کرته بسیاری را چیکارش میکنی؟ وقتی او آداب نداشته باشد، ولی وقتی که تمیز ندارد. از این خاطر روزی چهارشنبه شرط کرده نشده است. همان روزی معرکه می توانید شما جدا کنید یک وقت معینی را تا که در همان روز نکاح را انجام دهیم. با همون یک دیگی که برای مردم طعام پختین می توانید که هم نکاح را در همونجا گذرانید و هم معرکه همون تویتان گذرانید. در نکاح ها من الحال نکاح ها نمیرم. بسیاری بچه ها شاید بدانند، میان بر من خبر میدن نکاح، من میگم نمیرم نکاح. برای چی؟ باور کنیم با همین نزدیکی در یک نکاح رفتم اشتراک کردم، این نزدیکم قدر نگذشته است. من دائم نکاح رو پرو است، یعنی شوهر در پیش عروس برده میگذارم و در بین موعظه میکنم، حق شوهر و حق زن خبر میتون و بعد اون نکاح میکنم. این بهترین صورت نکاح انا همین است. وقتی نزد اونها رفتیم، باور کن قریب 30 نفر دختر در اطراف یک دختر جمع شدگی هستند. من فهمیدم که بهترین نکاح همون نکاحی هست که به آسانی به سبکی انجام یابد، مهر کم داشته باشد. خواهر عزیز در حال همون نفس خطه به همین جوان ببخش، ان شاء الله بختی تو سفید می شود. وقتی از او طلب کردم، همون دوگانه های بی حیایی که نه روی مال دارند نه پیشی بری بسته دارند، باور کنین امو منظره را دیدن در آدم گویا که یک دوزخ دیده است. اینقدر منظره ناراحت کننده برای آدم مسلمان است. از زیر کش امو قپیدن تا اگر 300 سامانی نمیتین
ایحا نمیگن 300 سامانی. این دوگانه ها من نمیدانم که مادری او هستند، پدری او هستند، تربیت کننده او هستند که اینقدر سوم طلب میکنن. اونا از کجا حق دارن؟ اونا 1 سوم حرام میکنن. 1 سوم اونا چه حق دارن که در بدل بخشیدن همون دختر 50 سامان یا 100 سامان یا 300 سامان طلب میکنن؟ چرا اونا طلب میکنن؟ من مادرشو فریاد کردم، در اونجا مادرها نشستگی بودن، کمپیرها نشستگی بودن. گفتم ای مادران، فرزندای شما هستند، همیشه که اینا رو نصیحت کنین که پیش از آن که 300 سامان میگیرد وای روی مالش در سرش اندازد، گردنش محکم کند. برعکس در اینجا آمده شوی دراز مثال خنده و مگنیتوفون بلند نماند. آخه این از همون منظره هایی که در نکاح ما و شما انجام می‌یابد. پدرای عزیز، برادرای مهربان، همه شما اولا شکرانه کنین که در خانه شما نکاح می شود و بعدا پیش از نکاح همون دختر را شنانین و بفهمانین که همون زمانی که ملا میگوید همون زمان ببخش که دخترم تو نیکبخت میشوی. و این دوگانه هایی که در اطراف تو هستن ها در یک کنج خانه میشینن، شر نیست 20 دختر آوردن. اینقدر اسراف، اینقدر بی‌معنی ها در معرکه ما و شما هستند. اینا را شما میتوانید، هر یک پدر و مادر میتواند که همین ها را جابجا کنند. السلام علیکم داملای عزیز. یکی از پسران همین شهر کولاب باستانی می باشم. استاد، من میخواهم یک چیز را فهمم. حافظی کردن شخص در نزد خداوند گناه است؟ یعنی کسب حافظی؟ از امین جان مقیموف. یعنی اسلام حرام میگرداند همون حافظی را که از وی هیچ منفعت نباشد. یعنی شنیدن چنین سرودهایی که تماما به انسان فایده ندارد، یگان پند آمیز نیست، یگان نصیحت آور نیست، اینها را شنیدنش اسلام حرام میداند. باز اسلام حرام میداند که در اون حافظی که اگر زن مردها یک جایه باشند، یک جایه رقص بازی کنند، اگر این گونه حافظی باشد و این گونه آمیخته شدن زن و مردها باشد، این اسلام نهی کرده است، اسلام این منع کردگی است. و البته به البته اون کسی که در این خیل معرکه حافظی میکند و در نزد خداوند سگ از سگهای دوزخ است. که وقتی که این معرکه فسق و فساد وای تشکیل کننده است، چگونه که یک آدم برای نوحگرها، یعنی برای آن کسانی که در مرده ها گریه میکنند، برای اونها طعام میدهد تا که اونها قوت پیدا کنند، در این گناهکار میشود. این گونه اون حافظهایی که زن مردها را یک جا میکنند، مست الست یک جایه میکنند و خود اساسگذار این معرکه هستند، اینا در نزد خدا البته مسئول و گناهکار هستند. لیکن حافظی باشد که دخترها به خودشان مثال یگان رقص و بازی دارند، خواب شیرخوانی دارند، گفت و شنید دارند، این اسلام من نمیکنه. که وقتی دخترها بین خود باشند، مردها بین خود باشند، اینا را اسلام هیچ وقت من نمیکنه. مگر اسلام ضد همون معرکه و حافظی است که اگر زن مردها آمیخته باشند یک جای رقص بازی کنند. در مسئله ها چی خلاصت الفتوا، چی درالمختار، چی فتوای بزازیه، چی فتوای هندیه میگوید که وقتی که اگر شما میشنوین که در فلان معرکه این گونه عراره شدن زن مرد است یا دادن عرق است، وقتی شما را دعوت کردن دعوت رد کنید، در این دعوت قبول نکنید. اگر چند رسول اکرم میگوید ای تو دعوت اذا دعیتم، هر جا که شما را خواندن در گردن شما واجب است که اون خانه دا حاضر شوین. لیکن این گونه معرکه باشد، اسلام رخصت نمیدهد که شما در اون معرکه اشتراک کنید که شما گناهکار میشوید. حتی مخصوص درالمختار میگوید که پیشواها، کسانی که مردم اونها را میشناسد، اینها تماما حقوق ندارند که در این معرکه اشتراک کنند. یکی مبادای میگوید که از رفتن پیشوا اگر همون معرکه به معرکه اسلامی مبدل گردد، این حالت در اسلام رخصت میدهد که همون پیشوا رفته در اون معرکه اشتراک کنه.
السلام علیکم داملای عزیز و مهربان. خدا شما را علمتان را زیاده گرداند که از پند و نصیحت های شما خیلی بهبودی در حیات من و رفیقانم و زن و خواهرانمان پیدا شده است. ما در غایبی در حق شما دعای خیر میکنیم. کلا با شما آباد است. آیا خون کافر را بر بدن مسلمان بیمار ریختن جایز است یا نه؟ یعنی مولانا مفتی محمد شفیع در فتوای محمودی این مسئله را میارد که اگر علاجش باشد خون مسلمان در خون کافر در مسلمان نریزیم، اگر علاجش باشد. لیکن اگر علاج نباشد و غیر همون خون کافر دیگر هیچ خونی نیست که مثال در همین بیماری مسلمان مثال ریزن، این حالت دا می توانید که شما همون خون کافر را آورده در بدن مسلمان بریزید. اگر علاجش باشد چیکار کردن در کار؟ پرهیز کردن در کار، استفاده کردن در کار نیست. انگشتری آهن برای مرد و زن درست است یا نه؟ اگر انگشتری از طلا باشد، از آهن باشد، از میس باشد، اینها برای مرد استفادهش حرام است. برای مرد انداختن انگشتری طلا یا گردنبند طلا یا ساعت طلا یا انگشتری که از آهن است یا از میس است، اینها را حرام است در اسلام انداختن اینها. در این باب هم حدیث های پیغمبر وجود دارد. صاحب فتوای دارالمختار میگد که مگر اجازت است برای مرد اینکه انگشتری از نقره استفاده کنند، لیکن همین انگشتری نقره را عکس انداختن انگشتری زنها استفاده کنند. مثل که میگوید زنها نگینه را از قسم بالا میگذارند، باید مردی که انگشتری می اندازد نگینش از قسم کف باشد، یعنی از قسم پایان باشد که زینت نداشته باشد، و باید که در دست چپ باشد و در همین انگشت که این خنصیر میگویند انا همین انگشت خوردیده باشد. و حتی بیچاره مجتهدای ما و شما، فقیه های ما و شما گفتند که از 4 گرم و 860 میلی گرم دیگر یعنی کلا نباشد، یعنی چله های بسیار کلان مثال بدوایمه نباشد. همون نقره هم که باشد 4 گرم و 860 میلی گرم وزن داشته باشد. اگر علاجش باشد استفاده نکنین، لیکن بسیار اگر که دوست داشته باشین می توانین از همون چله نقرگی شما استفاده کنین. السلام علیکم بهترین واعظ اسلام که از شما فقط حقیقت اسلام را میشنویم و خداوند شما را از همه دشمنهایتان نجات دهد و بدگویان شما را و بدخواهان شما را خدا ناامید کند. آمین یا رب العالمین. داملا گوسفند کشتم، از مکش خون بر آمد و لیکن پا و دستش حرکت نکرد، آیا حلال است؟ این برادر یک گوسفند ذبح کرده است، در حالت ذبح از همان مکش خون بر آمده است لیکن پا و دست نزده است. در فتواها میگوید، در فتوای هندیه میگوید که اگر مال را که شما ذبح میکنید، چی مرغ باشد، چی گوسفند باشد، چی گاو باشد، اگر مثل مال زنده از مکی او خون برآید، اگر چنده که پا و دستش حرکت هم که نکند حلال است. و فی البزازیه و فی شرح تحاوی، ای از رد المختار صحیفه 217 است. خروج الدم لا يدل في الحياة الا اذا كان يخرج كما يخرج من الحي عند الامام و هو ظاهر الروايه. انا ظاهر روایت میگوید همین است که یعنی برآمدن دم، برآمدن خون، این دلالت نمیکند میگوید بر حیات همون حیوان، مگر هر وقتایی که خارج شود همچنین که خارج میشود از زنده. یعنی اگر مابادای که شما مال میکشین خون میریزد، میگد این ریختن خون دلالت ندارد که وای مال زنده بود، بلکه اگر مثل مال زنده با همون یک
شست و فشاری که از مکی او میپرد انا همون خیل اگر جدا شود، این حالت اگرچه دست و پای اون حیوان حرکت هم که نکند، این حیوان حلال است. فهمیدین نه صورت مثلا؟ السلام علیکم داملای بهترین برای من و بلند بردارنده نام کلابشهر ما، آیا کدام اعضای حیوان حرام است و چند تا هست و در کدام کتاب هست؟ التماس به من خبر دهید. یعنی چند اعضا، چند عضو حیوان حرام است. این برادر بسیار خواسته است که حتی که چند تا هستند و در کدام کتاب هستند. همین فتوای درالمختاری که من میگویم این بی نهایت شناخته شده فتوا هست. این حتی مردم عرب هم دستگیری میکنند. بی نهایت فتوای با قوت و با نفوذ است. در صحیفه 219 همین در این باب چی میگوید؟ میگوید که 7 اعضای حیوان حرام است. 7 اعضاش کدامند؟ یکم خون مسفوح، خونه که از مک حیوان میپرد. همان خونه که از مک میپرد و اگر در بدن شما پرد شما را بی نماز میکند و خود همون خونم حرام است. لیکن خونه که از در وقت گوشت میده کردن میپرد و در پاچه شما میزند وای بی نماز. چیزی که حرام است از حیوان خون مک. دوم آلت نرینه حیوان، اینم حیوان آلت نرینش حرام. سوم آلت حیوان مادینه، آلت همون حیوان مادینه هم سیم حرام. چهارم مایه او، مایه حیوان نرینه، چه آلتش چه مایه هر دوش حرام هستند. 4 تا. پنجم مسانه، یعنی مسانه همون 6 دان میگیم و 6 دان میگن، یعنی همون جای خچک، جایی که پیشاب همون حیوان جمع میشود. این پنجم چیزی که حرام است. ششم تلخه، تلخه در وجود حیوان بدن. هفتم غدک، غدک هایی که در داخل همون حیوان وجود دارد، انا همین ها حرام هستند. انا 7 اعضایی که در حیوان حرام است، انا همین ها است، دیگرش حلال است. داملای محترم، در بعض مسجدها شخصان امامتی میکنند که سوره ها را بسیار غلط میخوانند. در پس آنها نماز خواندن جایز است یا نه؟ برای کسی که اگر غلطی امام میتونه گرفته و قرائت او نظر به قرائت امام بهتر است، نماز اون کس درست نمی شود. لیکن کسانی که غلط امام گرفته نمی توانند از امام دیده اونها بی سوادترند، این حالت در نماز همه اونها از پس این امام درست می شود. امام کسی می شود که باید قرآن خواند، قرآن درست خواند. همین محراب هم امامتی هم همون ملا و همون پیشوای را می زیبد که علم داشته باشد. شرط نیست که ویا باباش ایشان بود و باباش شیخ بود و آتش ملا بود گفته ویا پیش آورده در محراب گذاشتن در کار. محراب گفتن، محراب جای حربی با شیطان است. اینجا ارزنده کسی هست که باید که حقیقت اسلام میگد و کسی هست که در اسلام خدمتگار است و کسی هست که علم دارد. صاحب مختصر میگوید و الاولا بالامامتی اعلم بسنتی ثم الاقرا ثم الاسن. صاحب مختصر خدا رحمت کند میگوید که کی امام شده میتواند، کی نماز مردم خوانده میتواند؟ کسی که عالم باشد، فرض، واجب، سنت، مکروه، مستحب و مباح و دیگر مسئله را در داخل نماز جدا کرده بتواند. بعد از آن قرائت داشته باشد، قرائت از مثل تجوید باشد، قرائت از روی دفتر و از روی مثال یگان از پیش خود اذیت کردگی نباشد، از پیش یک عالم گذراندگی باشد. بعد از آن باز پرهیزکار باشد. اینا می توانند که امامتی کنند. محترم داملای مهربان،
الها سخنان شما را برا شود، الها هرگز خار نشوید و از خدای خود طلب میکنم. یک شخص قبل از اذان پیشین سنت پیشین را در خانه خواند، به مسجد آمد تا نماز فرض برپا شدن چند رکعت نافله خواند. آیا درست است یا نه؟ با احترام مخلص اشدی شما. یعنی برای خواندن سنت اولا اذان شرط نیست. الاذان سنت للفرائض فقط فی وقتها. اذان چگونه ای که در باب اذان کتاب مختصر میگوید فقط برای نماز فرض است بس. فقط برای نماز فرض اذان داده می شود. اگر شما مبادایی که سنت بامداد در خانه وقتی که صبح میدمد میخوانید، اگرچه مؤذن اذان هم که نگفته باشد نماز شما درست می شود. اذان برای نمازهای سنت نیست. یا شما می توانید که در خانه 10 تکم یک 5 تکم یک پیش از اذان مؤذن نماز پیشین سنت چه خوانید. یعنی اذان فقط برای نماز فرض است بس. برای همین کسی که در خانه میخواند باز آمده به مسجد میخواهد که یگان تحیه مسجد خواند یا نافله خواند یا قضایی خواند، جایز است برای او تا نماز، یعنی تا برپا شدن فرض میتواند که این نمازها را و ذکرها را انجام دهد. یگان خلل و زلل پیدا نمی شود. السلام علیکم داملای عزیز، درباره سنت های مسافرتی آیا خوانده می شود یا نه؟ یعنی سنت هایی که در سفر. امروز من به شما خبر دهم که قول اصح همین است که امروز 96 کیلومتر الکی آدم مسافر میگرداند. اگرچه فتوای محمودی امروز حتی به 78 کیلومتر هم اجازت داده است، به 87 کیلومتر هم اجازت داده است، لیکن از روی حدیثایی که پیغمبر جدا کردن امروز 96 کیلومتر اگر شما از خانه بیرون شدین شما مسافر هستید. شما نمازهاتون همون فرضها را 4 رکعت ها را 2 رکعت خواندن میگیرین، نمیگین قصر، بلکه هم میگین نیت کردم 2 رکعت نماز پیشین یا 2 رکعت نماز عصر. شرط نیست که 2 رکعت فرض قصر پیشین. این قصر در داخل این نیت جا کردن لازم نیست. و سنت های مسافرتی چگونه است؟ سنت های مسافرتی را اگر چند عزیزان ما و شما فقهای ما و شما گفتند، اگر گفته است یعنی شرایطش خوب باشد، هیچ ضرورت نداشته باشد، هیچ مشکلات بالاش نباشد، بهتر است که سنت ها را خواند. لیکن اگر مبادایی که در راه سراسیمه هستند یا مثال مردم زیاد او را انتظار هستند، این حالت ها سنت ها را ترک کنند و فرض هاش خوانند و بس. این فتوای درالمختار صحیفه 585 در این موضوع هم گپ زدگی هست. میتونن به همین فتوا مراجعت کنند. یعنی حالتی ضرورت باشد، حالتی باران است، حالتی خنکی است، حالتی است که شما در اتوبوس نشستگی هستین، خب این حالت های در سمالیات سوار هستین، در پاییز سوار هستین، این حالت ها میتونین شما همون فرض هاش انجام دین. 3 رکعت فرض شام مثل خودش میستد، 3 رکعت وتر واجب مثل خودش میستد، فقط سنتاش در این حالت شما ترک میکنین. لیکن اگر حالت های خوب باشد، خانه داشته باشین، این حالت ها در سنت ها را خوانیم، بهتر است، عبادت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس به این سوال من جواب دهید. 2 جوان پسر و دختر می تواند که به رازگی پدر و مادر نکاح کنند. امروز در همین شرایط ما نمی تواند. امروز بهتر و خوبتر همین است که کدام پسر و کدام دختری که به شوهر می براید یا زن می گیرد باید که رخصت پدر و مادر باشد. این رخصت پدر و مادر وقتی که رضاگی خداوند رضاگی پدر و مادر باشد، پس آیا برای دختر برای فرزند رضاگی پدر و مادر لازم نیست؟ آیا وای بیچاره 17 سال 18 سال این فرزند را تربیت میکند با امیدی که مثال فرزند خودش نکاح کند، فرزند خودش مثال خانه‌دار کند، از اونها مثال خدمت چه از فرزندای او چه از فرزندش بیند، این چه است که مثال پدر و مادر درک ندارد و نکاح میکند، زندگی میکند. از این خاطر بهترین صورتش این است که با رضاگی پدر و مادر باشد، بی رضاگی پدر و مادر نکاح نکنی، زیرا که اون بخت هم نمی شود و حیات هم نمی شود.
اگر چند فقیه های ما و شما میگویند که بریزاگی پدر و مادر جایز است کردن، لیکن اگر پدر وقتی که آمد داماد دید که معقول نشد، حق دارد که نکاح اونها را بیکار کند. السلام علیکم داملای عزیز. من یکی از جوانهای کمبغل از شما خواهش برادری دارم که از گناههای خود پشیمانم و به نام پاکش قسم دعا کنید که گناه مرا خدا یکتا ببخشد و هیچگاه دیگر گناه نمی کنم. التماس داملای عزیز، پشیمانم. یعنی کدام برادری بوده است که گناه ها کردگی بوده است، امروز پشیمان شده است و در صف مسلمان ها در آمده نماز می خواند و گفت است در حق من دعا کنید و خدا قسم دیگر گناه نمی کنم. این قسم اولا خوردن لازم نیست، زیرا ناکرده گناه در این جهان کیست؟ بگو. البته بی گناه نمی شود، آدم گناه می کند و چنان خدای داریم که البته بعضی گناهایی که از ما و شما سهوا می شود، نافهمیده می شود، آنها را خدای ما و شما می بخشد. از این خاطر میلش امروز که پشیمان شدی، الک همین پشیمانی تو خودش توبه است. بسیار نیک کردی، بسیار خوب آمدی. دعا کن که خدای مهربان گناههای این بنده تا خدای مهربان مغفرت بگردان و خدایا مسلمان حقیقیش بگردان و در اسلام خدمت کردن خدا بر این بنده خود موفق بگردان. آمین یا رب العالمین. بسیاری آدمالی توبه کنی و پشیمانی را نزد حضرت امیر جان در میروان میکنند، حالا که توبه را نزد خدا کنین، فقط از خدا توبه کنین، پیش حضرت امیر جان رفته توبه نکنین، این در گناهگار میشوین. شما الک این معنای را دارد که از خدا ده هم حضرت امیر جان شما بزرگ میشمارین، نزد خداوند توبه کنین. السلام علیکم بابای حاجی، خدا شما را نگهبان باشد. الها هرگز درد سرتان را نبینیم. با احترام یک مخلص شما. از زن حرام پسرها به دنیا می آید و آنها می خوانند و ملا می شوند. آنها خودشان نمی دانند، لکن پیش در آمدن نماز جمعه را خواندن آیا اسلام برای اینها رخصت می دهد؟ البته رخصت می دهد. ما گفتیم که این فرزندی که از زنا تولد می شود و هیچ گناه ندارد، این خداوند در روز قیامت هم معاقبش نمی کند، عذابش نمی کند که تو از حرام تولد شدی، بلکه حرامی و بدبخت همون پدر و همون زن و همون مردی که این فرزند به دنیا آوردن، اونها بدبخت هستند، اونها در نزد خدا گناهگار هستند. این فرزند هیچ گناهی ندارد. این فرزند حقوق دارد که چی نماز جمعه باشد، چی نماز عید باشد، البته پیشوا شود، باکی ندارد اگر علم داشته باشد. مرد مرد در وقت ترکش برای خیر خدایش حق جدا کردن را شریعت اجازت می دهد. آیا برادر را یا پسرش را باید خیر احسان کند؟ یعنی هیچ وقت از مال انسانی که از دنیا میگذرد برای خیر احسان او مال جدا کردن نمی شود، بلکه آن مالی که از همان پدر و مادر ما و شما میماند، اون فقط باید که وارثای او میراث میبرند. اگر پدر از دنیا گذرد، زن او، فرزندهای او مال او را میراث میبرند، دیگر یک قسمت مال او را برای خیر خداییش گفته جدا نمیکنند. این گونه در شریعت حکم آمدگی نیست. یکی اگر فرزندهای او از پیش خود برای همون خرسندی ارواح پدرشون اگر خیر احسان کنند، این در اسلام اجازت میدهد، اگر شرایط داشته باشند، اگر دستشان برسد. لیکن مخصوص از مال پدر، مثال اگر $500 از پدرش مانده باشد، $200 را جدا کنند که این برای پنجشنبگی ها و این برای چهلم و هفتمش و این $300 دیگرش برای زن و کودکاش تقسیم کنند، این نادرست است. همون $500 که مانده است همه را بین وارثاش تقسیم میکنند. خیر احسان چیزی که همون خودش به دستش کرده است، جزای همون در روز قیامت میبیند. این خیر احسانایی که امروز ما میکنیم، هیچ پدر و مادر به امید نشود که خالی از ریا و خالی از زقیدن نیست. هیچ پدر و مادر بیچاره با امید نشوند. کدامی که میخواهد
در قیامت سربلند شود، قبر او آرام باشد، در همین دنیا به دست خودت بکن. زیرا امروز چنان گرانی آمده است، چنان مشکلاتی آمده است که باور کنین دیگر ناعلاج خیر احسان میکنی، برای خدا نمیکنی، فقط برای مردم میکنی. برای همین این هیچ ثواب به پدر و مادر نمیرسد، به هیچ اولاد نمیرسد. خوش به حال هم پدر و مادر که با دست خودشان چه عبادتی میکنن، چه خیر احسانی میکنن، انا اون فایده میکنن. امروز من میبینم بیچاره بسیاری جوان ها میان شکایت میکنن که پیش همین پنجشنبگی را بگیرین، پیش هفتم بگیرین، زور ما نمیرسد. لیکن چند درنده دیگر تیاری دارد که مثال باید که ما در همون خانه هجوم میکنن، 10 کس و 15 کس نابسته وای از کجا میابد بیچاره، چیکار کنه وای سرسان و سرگردان به ملکای روسیه در زیر همون تحقیر کافرها شب روز بیچاره بیمار شدگی آمده شکم درنده ها را سیر میکنه. بسیار گناه است. باور کنین پدرها این سخت نیست. باور که من از مهربانی به همه شما مراجعت میکنم که همین خانه که ندارد باید که همه کسا محاکمه که مجبور که نمانینش کردن. اگر چیوانی میخواهد، اگر چنده که نمیخواهد، لیکن از برای شما میخواهد که باید طعنه نکنن که فردا مثال خیر احسان نکرد. لیکن میبینین همون شرایط ندارد، همون با همراهی وکیل و با همراهی همون ملایی که در محله است مجبور کرد که بچم نکنم این کاره. ثوابت میفارد، میلش این قوتت به همین یک سوزمه است، گفتی چیزا یگان قلمه است، یگان دانه دیگر در همون یگان همسایه برای دلت خرسند شدن تقسیم کن. بس شرط نیست این معرکه کلان آراسته کردن. السلام علیکم داملای شیرین سخن و شیرین بیان. یک برادرمان پیش از همین جمعه آمدن گفت که همون چیزی که در خدشه ها می نویسیم همش خوان داملا، یعنی در اونجا بعضی تعریفات هایی که میکنن من گفتم نمیخوانم، اون کس باشد داملا که مردم که دوست میدارن، مردم احترام میکنن، امرا خان گفته همون از ما التماس کردن، از این خاطر بعضی همون جمله هایی که درازبند درازی بد هستند راستی بار وقتگیر هستند، من برای وقت میگیرد برای اون نمیخوانم. من 40 ساله عمر دارم و اولاد و اجدادمان بسیار است. از کلاب تا دوشنبه همه امان تو را دوست می‌داریم و احترام کرده کسیته ها را گوش میکنیم. دعای خیر به شما میدهم. یک سوال دارم داملای عزیز، در حیات غمدار هستم، بسیار غمدار هستم از حساب فرزندهایم. آیا درست است که من از خدا طلب کنم که تیزتر جانم را گیرد؟ از دنیا مانده شدم. با احترام مخلصی شما. یعنی بسیار از در اصل امروز غم و دقت همین مشکلات هایی که بالای ما و شما آمده است، باور که آدم وادار میکند که از همین دنیا بیزار می شود. وقتی آدم قرضدار می شود، وقتی آدم بیچاره بی وطن می شود، در بدر می شود، بعدا مجبور می شود که پروردگار آخی همین حیات برای من چی در کار است؟ خدای از این گونه حیات برای من مردن خیلی بهتر است. گفته هر یک انسان از حساب همین معرکه های بی جای ما و شما، از همین آزارهای زیاد عاقبت چی می شوند؟ دلمانده دنیا می شوند. اگر چند این برادر شکایت دارد که از فرزندهایم که فرزندهاش از دنیا می گذشته است و هرچی تلاش دارد صاحب فرزند نمی شود، فرزندهای بوایش هم از دنیا گذشتند، بسیار غمدار بوده است. لیکن من چی میگویم؟ تمنای مرگ پیغمبر خدا میگوید که راوی این حدیث هم ابو هریره است و لفظ بخاری هم است، حدیث متفق علیه هم است که رسول اکرم میگوید لا یتمنى احدکم الموت. هیچ بنده خدا حقوق ندارد در دنیا که آرزو کند که خدایا جان مرا بگیر. تمنا و آرزوی مرگ هیچ کدام ما و شما نداریم. خداوند این حقوق به ما و شما نداده است که شما از آن جهت که غمدار هستین، بیمار هستین، در بدر هستین، بازم این از خدا باز طلب کن که خدایا جان مرا بگیر. این در شما حقوق ندارین. زیرا پیغمبر خدا در دوام این حدیث چی میگوید؟ اما محسنا فلعله یزداد.
اما مسیئا فلعله یستعتب. اگر نیکوکار باشید شاید که نیکی های شما باز به مردم برسد. شما آرزوی مرگ نکنید. میگد اگر ممکن که شما را خدا فعل خوب داده است، از فعل خوب شما چندین آدم دیگر بهره‌ور شود. شما نیکوکار باشین، از نیکی های شما چند آدم دیگر باز استفاده برد. اما مسیئا، اگر شما بدکار باشین شاید این که به سوی خدا توبه کنید. یعنی هیچ وقت مرگ شما طلب نکنید. عزیزان خدا در شعرها میگویند که هر درد و بلایی که از آسمان فتد اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. هر بلا، هر غم، هر مشقت، هر بیماری که خداوند از آسمان و یا میپرتاید، عزیزان ما و شما میگویند که اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. اول وی در خانه میزند که وی خانه نمازخوان هستند، با حیا هستند، خانه هست که شب خیز هستند، خانه هست که دائم به عبادت هستند، خانه هست که دائم در عبادت مشغول هستند. انا بلا اولین بار در انمی خانه ها مهمان می شود. از این خاطر من چی میگویم؟ من میگویم که این برادری که در این غم و دقت گرفتار است، تو هم یکی از بنده های نیکبخت خدا بوده ای. انشاءالله این غم و دقت تو همه دور می شود. این دنیا اونقدر دنیای نیست. انشاءالله در پیش شادی های زیاد داری. در قیامت انشاءالله گردن تو بلند می شود. این فرزندایی که از تو میگذرن همه اینها شفاعت کننده تو در روز قیامت می شوند. خدا رحمت کند. امام عبدالله ابن عباس در کتابا حکایه میکنند که چند وقت بیچاره خانش آمده بود. مثل همین فرزندای ما و شما که سرسان و سرگردان بیچاره ها، زنها و کودک ها را پرتافته و برای پنجشنبگی آتش و برای هفته آتش دیگر نه روسیه مانده است نه دولت های خارجه مانده است، در بدر شدن. عبدالله ابن عباس هم چند مدت بیچاره از خانه دور شده است. فرزندهاش یاد کرد، بار میگوید بعد به خانه آمد. بالا یک اسب میگد سوار بود عبدالله ابن عباس. از یک جویبار میگد اسبش گذشت کرد. از اون جانب یک مرد از همون همسایه‌داری هاشان پیش راه عبدالله را گرفت. گفت عبدالله گفت با تو گفت یک خبری ناخوش میدهم. حضرت عبدالله غمگین شدند، گفتند من چند مدت نبودم، این چی خبر باشد؟ گفت همان فرزند دوستداری که تو داشتی از دنیا گذشت. عبدالله که چند مدت فرزند ندیده بود. فرزند این میوه دل است. فرزند بی نهایت شیرین است. حضرت در حال از پایان شدن میگه دو جای نماز پرتافتن، دو رکعت نماز خواندن. این مرد بازگشته گفت عبدالله گفت من به تو خبر مرگ فرزند میدهم و در کار تو حیرت ماندم، تو باشی نماز میخوانی. حضرت عبدالله چی گفتن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. گوی بنده خدا گفت در اصل گفت این خبری تو گفت جگری مرا ریش کرد، این خبری تو مرا بسیار گفت ناراحت کرد، لیکن تو بیخبر هستی که خدا در قرآن گفته است ای کسانی که ایمان بر خدا دارید هر وقتایی که طلب کمک میکنید، طلب یاردم از خدا میکنید، با نماز و با صبر کنید، نماز خوانید، صبر کنید، این حالت از خدای خود کمک طلب کنید. ان الله مع الصابرین، این حالت خدا همراه صابران است. از این خاطر این برادری که فرزند خود از دست میدهد، غم دارد، دقت دارد، برادر عزیز باز من به تو خبر میدم که عزیزان میگوید در این عالم دلی بیغم نباشد، در این عالم دلی بیغم نباشد اگر باشد دلی آدم نباشد. در عالم دلی بیغم نیست برادرای عزیز. اگر دلی بیغم هم که باشد، شاعر میگوید دلی آدم نیست وای. اگر دلی آدم باشد وای البته غم دارد.
خدا رحمت کند صاحب تذکرة الاولیاء را از ابن عطا حکایه میزند. دوستان خدا را بینیم. میگوید 10 فرزند داشت ابن عطا، 10 فرزند، و هر جا که سیاحت می برآمد همراه همین فرزنداش می برآمد. بار میگوید در بیابان با همراه این 10 فرزند 10 جگرگوشه خود به سفر برآمد و ناگاه میگوید از پیش یک گروه رازنها اطراف ابن عطا را همراه این 10 فرزند احاطه کردند و مال ابن عطا را تله و تاراج کردند و برای آنکه که هیچ شاهد نماند یک نفر در پیش پدر قتل میکردند. چه یک منظره مشکلی هست. شما تصور کنین که وقتی به خانه شما یک ظالم، یک دزد می درآید، مال و ملک شما را میگیرد و در نزد شما تمام فرزندهای شما را نابود میکند، چه مشکلات بالای شما می آید. ابن عطا میگوید با چشمهای خود نگاه میکرد، فرزند کلانیش قتل کردند. ابن عطا به آسمان نگاه میکرد و میخندید. دوم فرزند قتل کردند. حضرت لبخندش تماما گم نمیشد، خنده در لبهاش پیدا شد. سوم فرزند قتل شد. آمد به 9م فرزند رسید. 9م فرزند در پیش ابن عطا به قتل رسانیدند و این فرزند که خردترین فرزند بود و دوست داشته ترین فرزند ابن عطا بود، گشت گفت ای پدر، گفت بی رحم پدر بوده ای. 9 فرزند تو را در پیش تو قتل کردند. تو را باشد در لبهای تو خنده است، خنده تو اصلا از چهره تو کنده نمی شود. تو به سوی آسمان نگاه میکنی و میخندی. آیا خرسند شدی؟ ابن عطا چی گفتند؟ برابر شنیدن این فرزند آخر ابن عطا را میگه گریه فرا گرفت. حضرت میگه گریه کردند و گفتند که قسم به خدا، گفتند ای فرزند، ای جگرگوشه، گفتند در هر یک قتل شما گفتند چنان بی‌ضابطه می شدم، چنان ناراحت می شدم، لیکن چیکار کنم که آن ذاتی که تقدیر به این احوال کشیده باشد، چیکار کنم که این روز را که خدا بر بالای شما خواسته باشد با اون ذات جنجال کرده می شود. قسم به خدا گفتن 70 بار ای فرزند عزیز، گفت من به سوی خدا دعا کردم که خدایا فرزند مرا اقلا یک تش را نجات بده. از نزد خدا الهام می آمد که ابن عطا اگر لبخند تو از لب تو گم می شود و اگر تو ناآرام و داد و فریاد زنی، قسم به جلال و عظمتم که از دیوان عزیزانم خط می زنم نامتر. دوستان خدا در اینها صبر کردند. ما بلا را به کس عطا نکنیم، ما بلا را به کس عطا نکنیم تا که نامش ز اولیا نکنیم. این بلا گوهر خزینه ماست، ما به هر کس گوهر عطا نکنیم. خدا میگوید ای بندگان خدا، شما در غم، شما در دادن فرزند، در بیماری شما داد نزنین، فریاد نزنین، زیرا هر بیماری و هر مشقتی که می آید همه این به اذن من می آید، به اجازت من می آید. من ترا دوست می دارم ای بنده خدا، من ترا دوست می دارم. این بلاها را بالای تو می آرم تا که تو صبر کنی، تا که در این صبر من برای تو مکافات نصیب کنم، من برای تو اجری بیگران نصیب بگردانم. این است مقصد خداوند ما و شما. از این خاطر برادر عزیز هیچ وقت راه افتاده نشو. همه اینها را همچنان بدان که پروردگار تو را نظارت دارد و تو را امتحان میکند. اگر سوره بقره را تماشا کنیم، خدا در قرآن چی میگوید؟ ولا نبلونکم بشیء من الخوف، من الخوف، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. والثمرات، مقصد ما نمی والثمرات است.
خدا میگوید ای بندگان خدا، من شما را با 5 چیز امتحان میکنم. با چی؟ یکم که امام شافعی را من تفسیرش تماشا کردم، در همین آیت بسیار پسندم آمد، بسیار خوب تفسیر کردن. خدا میگوید من به خوف شما را، المراد من الخوف، امام شافعی میگوید الخوف من الله است. همین مراده که خدا میگوید من به خوف شما را امتحان میکنم، انمون خوف خداست. بالای شما هر گونه معرکه و منظره میارم، نظر میکنم که آیا از خدا میترسین یا نه. خب من الخوف والجوع، بالای شما رمضان میارم، ماه رمضان میارم، آیا روزه را میگیرین یا نه. و نقص من الاموال، بالای شما در زکات فرض کردم، آیا زکات میدین یا نه. و الانفس، بیماری بالای شما میارم، آیا در بیماری صبر میکنین یا نه. و ثمرات، امام شافعی میگه ثمرات، اگرچند که عرب ها ثمرات میوه را میگن، امام شافعی میگه که انا همین ثمرات خدا انا اینجا فرزند در نظر دارد، که من از شما قبض روح فرزند میکنم، آیا در فرزند گرفتن شما صبر میکنین یا نه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله باوری دارم که هر برادری که این صحبت میشنود، سخن خدا و پیغمبر، از اینها باید عبرت گیریم، غمگین نشویم، باید که به اینها صبر کننده باشیم و این بلاها را برای خود یک گنجینه شماریم، یک خیلی اشیای قیمت برای خود حساب کنیم که خیلی ثوابهای زیادی دارد. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند. بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عملی که خداوند در او اجر داده است، در او ثواب داده است، این شنیدن امر معروف و نهی منکر است. خدای مهربان این ثواب امر معروف و نهی منکر را در نامه اعمال این گوش کننده ها کتابت بفرمایی. خدای مهربان این مردم ما را حقیقتا مسلمان کامل بگردانی و خدمتگار در راه اسلام بگردانیشان. و خدای تا دم آخر بهترین نعمت که ایمان است، اسلام است، ما را از ایمان و اسلام دور نگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتک یا ارحم الراحمین. اینجا بابای حاجی داستی از همین دامنکوه که نام خودش سید حامد گذاشته است، خوش به حالش، همین داستی و تاور، تیشه و سنگ، قلوخ، همینا را گم کن در کار دیگر. نامها را نامهای اسلامی مانیم برادرای عزیز، نامهای مانیم که در همین نامها یعنی یک معنی داشته باشند. الحمدلله ما مسلمان هستیم. این برادرمان بابای حاجی که سید حامد نام دارن، الحال مشکلی دارم، دعا کنید، در نگهبانی خدا باشید. خدای مهربان این پدری که الحال این فرزندی که از جانب پدرش شاید که دعا طلب کرده باشند، خداوند این پدر هر مراد که داشته باشد حاصل بگرداند، اگر گذشته باشد خدا رحمت مغفرتش بگرداند. و این مشکلاتی که این بنده تو دارد خدایا با فضل خودت اون مشکلات آسان بگردانی. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابای داملا. سوال: موی سری که ما جوانان نیمش را بریده خود را زیبا میکنیم، این مو به نام تیتانیک مشهور است، جایز است کردنش یا نه؟ سوال دوم: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همگی 93 سال عمر داشت، 63 سال در دنیا، 30 سال دیگر در شب معراج، حقیقت دارد یا نه؟ یعنی این برادری که اولین سوال کردن که ما جوانها امروز مویهای سر یک قسمش میگیریم یک قسمش نمیگیریم که به نام تیتانیک مشهور است. اصلا موی سر که حدیث ابو هریره هست، پیغمبر خدا میگوید من کان له شعر فلیکرمه، هر کسی که اگر موی سر داشته باشد بایستا که موی سر پاکیزه نگه بدارد. یعنی داشتن موی سر این گناه نیست، داشتن موی سر این غلط نیست و تراشیدن موی سر هم غلط نیست، خطا نیست. بلکه وقتی که شما موی سر دارین و موی سر دوست می‌دارین باید که باید تازه نگه بدارین، پاکیزه نگه بدارین. این همچی است، سنت است.
چی موی سر ماندن، چی پاکیزه نگاه داشتنش سنت است. این هیچ گناه در اسلام ندارد. لیکن یک قسم موی سر تراشیده می شود، یک قسم سرش تراشیده نمی شود. یا اینکه مثال وقتی کودک تولد می شود، یک حق پدر همین است که موی سر کودک باید تراشد و مقدار همان وزن موی سر باید که طلا دهد. شاید 1 گرم میآید، شاید نیم گرم میآید و یا به سامانی میگرداند، در فقیرها و مسکینها تقسیم میکند. همین بعض کودک ها را میتراشند و در پس موی سری و یک دمچک میگیم و یک دمچکه میمانند دراز. همین ها را پیغمبر چی گفتند؟ چی همین تیتانیک و چی همین دمچکی که از پس سر کودک میمانند. این حدیث ابن عمر است که هم بخاری روایت میکند هم مسلم روایت میکند. پیغمبر گفتند که ابن عمر میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ینهى عن القضع. پیغمبر خدا از قضع من کردند. من شنیدم، میگوید عبدالله ابن عمر، از قضع من کردند. قیل لنافع ما القضع. حضرت نافع را پرسیدند قضع چی هست؟ یحلق بعض رأس الصبی و یترک البعض. پیغمبر گفتند بعض سرش را می تراشد و بعض سری او را باقی می ماند. این را قضع می گویند. پیغمبر از این قضع تمام امت خود من کردند. از این خاطر از همه جوانها همان طریق پس کردنی که این در دوره های شوروی بود که همه یک زیل پس می کردند، امروز ما و شما تقلید میکنیم. تقلید داریم به همون کافرهایی که امروز چی یک مصیبت کلان بالای مسلمان ها آوردگی هستند. همون اکتیارهای امریکایی که همین تیتانیک و باز دیگر نمودهایی که برآمده است اونها مثال در سری خود دارند. امروز مسلمان ها همونها را دیدند، تقلید بر اونها کرده ایستادند. این گناه است، این گناهگار میشوید شما. کسی میخواهد پاکیزه تراشد و اگر نمیخواهی یک رنگ همشه یک زیل پس کن، این بهتر است از او یکی نیمی سر تراشیدگی و بالای سر در یک قسم هست. یا اینکه امروز همون یهودی ها را شما نگاه کنین، در بین یک شاخ میگذارند، دو طرف میتراشند. همون آهسته آهسته امروز تیتانیکش آمد، فردا همون شاخش هم در بین ما و شما پیدا میشود و این شرمندگی است. ما نخواه که در کافر پیرو شویم، نخواه ما تقلیدی در یهودی کنیم. همون یگان یهودی لباسی شما را و همین طرز عرف و عادت مسلمان قبول میکند و قبول نمیکند و این کار برای خودش پس میشمارد که لباس یک مسلمان را بپوشد. امروز ما و شما تقلیدی با اونها میکنیم. این به نهایت گناهگار میشود شخص. همان آدم سرتراشه که همینها را به این احوال میکند وی هم گناهگار است. خدا در قرآن میگه تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما یک برادر مسلمان در کار ثواب یاردم کنین، در کار گناه یاردم نکنین. پریگ مخر آوردن دخترها ما کمی کرده بود که امروز بچه ها به این احوال زدن. چی در تراشیدن موی سری بچه ها، چی در روز نکاحی که به یک بچه شما دختر میدهین، دخترتانه که سرتراش ها را میارین، ابروهاشون را باریک میکنن، در چهره های روی های اونها چقدر کریم ها و چقدر کراسک ها را میشکن، موی های سری اونها را پیشا و پسا را میبرن. اینها در پدر و مادر گناهگار هستند. اینها در شما اهمیت دید. باور که بے پروایی نکنیم. به خدا قسم اگر همین بے ناموسی و همین بے پروایی ما و شما باشد، دخترهای ما و شما همین 5 سال پس از غربی ها میگذرانند. 5 سال بعد دیگر از غربی ها میگذرانند. این معرکه های افلاسی که در بین ما و شما پیدا شده است. همه این در کلانترها البته گناهگار هستند. اگر پیش راه این کار نگیرن، بے پروایی کنن، غیرت اسلامیشان نشان ندهن، همش گناهگار میشویم.
السلام علیکم داملای محترم. شیرین سخن از شما یک چیز را پرسیدنی هستم. آیا مایه گوساله را خوردن درست است یا نه؟ همین گوشت حلال ماندگی شما همین دنبی هر یک آی قدر گوسفند خدا حلال کرده است، گاو حلال کرده است، مرغ حلال کرده است. این قدر نعمت حلال خدا ماندگی شما یک چیزهای را سوال میکنید. امیر 3 بار شد میپرسد. آی قدر هوس داشته باشی رفته خوردن بگیر، حرام است. طبیعت آدم مسلمان نخواه که مایه گوساله و مایه بقه و دیگر خورد. این قدر مثال طبیعتی مثال غلیظ پلید است. شکر این قدر نعمتهای حلال خدا بسیار است که آخه از اونها استفاده کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز. من از نام خودم عمر و شیرعلی، استقامت کننده قشلاق مهنت آباد خواجگی سفرف ناحیه فرخار، من مخلص اشدی شما هستم. من یک شخصی از هر دو چشم عاجز و از حساب علم و معرفت بی سواد و به سبب گوش کردن فتنه های شما از خیلی مسئله های شرعی آگاه شدم و خواهش آن را دارم که در محفل های مستجاب دعا در حق من دعای کنی برای عفو گناهان و برای مجلای از بصر، یعنی از برای بینا شدن. از سبب زیست و عاجزی چشم ها به دیدار شما موفق نشده ایستاده ام. اگر امکان باشد از فتنه های در روزهای جمعه ثبت گردیده به من هدیه روان کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا از شما منتدار بسیار هستم که هر شب در مسجد فتنه های شما را گوش میکنیم. خوش به حالتان. خدای مهربان این پدری که از دو چشم عاجز هستند، خدایا دولت پیری و ایمان کامل نصیب روزیش بگردان و جمیع مشکلات هاش خدایا آسان بگردان و تنش تا دم آخر خدایا صحت و سلامت نگه بدار. آمین یا رب العالمین. اگر یگان نمایندش باشد بیاد انشاءالله از اینجا میگیریم. چند فتنه در کار باشد میدهیم هدیه برده در حق ما دعا کنند. السلام علیکم داملای عزیز. با سوال من جواب گویید. از پس آدمی که زنش را طلاق کرده است آیا نماز خواندن جایز است یا نه؟ یعنی آدمی که اگر زنش طلاق کرده باشد و در همون داخل باز امامی باشد که از اون در افضل و بهتر باشد، این صورت در از پس این امام نماز خواندن کراهیت دارد. یعنی در دل تو که شک شبهه هست، از این خاطر نماز تو اگرچه مقبول میشه در نزد خدا قبول است از روی فتوا، لیکن مادام شک شبهه که داری در نماز کراهیت پیدا می شود. اگر امام از اون دیده بهتر و افضل تر باشد مرحمت اون پیش دارند، لیکن اگر نباشد وای نماز خواند باقی ندارد. در نماز شما طلاق کردن زن او به نماز شما هیچ ضرری ندارد. درود و رحمت خدا بر شما باد. من یک خواهش دارم و از شما مصلحت گرفتنی هستم. من در ماه ایول خانه‌دار می شوم و می خواهم که خداوند فرزند بر من دهد که او با شرم و با حیا و خدا ترس باشد. آیا این یگان راه دارد؟ یعنی این برادر می گوید در ماه ایول من خانه‌دار می شوم و از جانب خداوند فقط خواهان آن هستم که یک فرزندی با حیا و فرزندی خدا ترس برای من نصیب گرداند. آیا این یگان راه در اسلام هست؟ در اسلام برای زندگی نیک را، برای یعنی زندگی کردن بی نهایت برنامه های زیاده وجود دارد. از آن جمله من برای این برادر یک حکایه میکنم و از زن خود اگر این معامله را طلب کند انشاءالله خدا را فرزند خوب میدهد. میگوید در افغانستان یک زمان یک پادشاهی بود به نام دوست محمد خان. روز میگوید نوکرای او، خدمتگارهای او به او خبر آوردند که
امیر دوست محمد خان بالای بیرون از شهر یک لشکر جمع شده است و میخواهند که با افغانستان هجوم کنند و این ملک ما و شما را تار و مار کنند. چگونه ای که امروز بیچاره مردم مستضعف افغان در زیر ظلم این یهود گرفتار است، باید همه شما وظیفه‌دار هستین که دعا کنین که خدای مهربان این یهود از بالای قوم مسلمان دور بگرداند. اونا هیچ وقت برای نیکبختی این مردم آمدگی نیستند، اونا برای افلاس، برای پلید کردن جامعه اسلامی آمدگی هستند. میگوید یک لشکر بیرون همان افغانستان قرار دارد، میخواهد که ملک تو را، سلطنت تو را همش برهم دهد. این دوست محمد خان غمگین شدند و یک فرزند داشتند. این فرزند را در حال وزیر مدافعه اعلان کرد، یعنی سردار لشکرهایی که در همون ملک خود داشت اعلانش کرد، با چند هزار لشکر سپارش داد که رفته با این لشکری که بیرون شهر قرار دارد با این جنگ کنید، بجنگید تا که اینها وارد افغانستان نشوند. این جوان، این پسر دوست محمد خان با همراهی لشکر بیرون شهر آمدند، با این لشکر بیگانه جنگ را آغاز کردند. از بین هفته گذشت، یک نفر آمد و خبر داد امیر دوست محمد خان، لشکری که با سرداری فرزند تو بود در برابر این لشکر شکست خورد و تلفات زیاد شد و فرزند تو از جنگ فرار کرد، پشت گردانید. دوست محمد خان بسیار میگوید غمگین شد. در حال نزد خانمی خود آمد، نزد زنی خود آمد، گفت خانم گفت فرزند ما گفت در این جنگ شکست خورد و از جنگ فرار کرد، گریخت، چی شرمندگی. این خانم چی گفتند؟ گفتند دوست محمد خان این دروغ است، فرزند من از جنگ فرار نکرده است. این پادشاه گفت من برای تو از منبع‌های اعتمادی خبر داده ایستادم، تو در خانه نشسته میگویی دروغ. مرا از بین جنگ آمدن نفر خبر داد که فرزند تو از جنگ راه گریز را انتخاب کرد، لشکر تو شکست خورد، تو باشی میگویی فرزند من نگریخته است. گفت من بر تو گواهی میدهم که فرزند تو از جنگ نگریخته است و پشتم نگردانیده است. پادشاه به دل خود میگوید، گفت که خیلی زن از در خانه است، برای تسلای دل خود اینا میگوید که غمگین نشود. از بین میگه 2 روز گذشت، شاید 3 روز گذشت، باز خبر آمد دوست محمد خان و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسندی او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. گفت خانم گفت فرزند ما در این جنگ غلبه و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسندی او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. گفت خانم گفت فرزند ما در این جنگ غلبه کرد، لشکر بیگانه را شکست داد. الحال منتظر وی هستیم، این زمان یا زمان دیگر در کاخ من، در قصر من داخل می شود. این زن خرسند شدند، مادرشان بودند و گفت من لیکن از یک سیر برای من آگاه کن. وقتی من بر تو خبر دادم که فرزند ما از جنگ گریخت، پشت گردانید، تو گفتی نه وی گریختگی نیست، وی فرار کردگی نیست. آیا این یگان حکمتی دارد؟ این زن یا برای تو گفت یگان الهام آمده است، یگان خواب دیدی؟ گفت نه، گفت الهام برای اولیاها هست، من زن پادشاه هستم، از کجا بر من الهام می آید؟ زاره کرد، تولا کرد که برای من آشکار کن، تا از کجا درک یافته که فرزند ما از جنگ نگریخته است؟
میگوید این خانم اول خودداری کرد، نگفت، و بعداً گفت مادام اینقدر تولا و زاره داری من برای تو خبر میدهم. وقتی این فرزند در شکم من پیدا شد، من نزد خداوند عهد و پیمان کردم که پروردگارا 9 ماه من از خوراک حرام پشت میگردانم. من لقمه حرام نمیخورم، حتی لقمه مشکوکم نمیخورم. لقمه‌ای که ندانم که حلال است یا حرام، از وی هم اعتراض کردم، از وی هم پشت گردانیدم. زیرا میدانم که طلب الحلال فریضة علی کل مسلم، پیغمبر گفتند طلب کردن حلال بر همه مسلمان ها فرض است. کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به، هر جسدی که از حرام آب و تاب می‌یابد وی ارزنده دوزخ است. این زن میگوید من 9 ماه لقمه حرام نخوردم که تا که لقمه من بر خون مبدل می شود و این خون در جسد فرزند می درآید و تأثیر خود در این فرزند می رساند. البته اگر مادری که لقمه حرام خورد وی لقمه به خون مبدل می شود، در جسد فرزند داخل می شود و لقمه حرام در جسد آدم مسلمان وقتی که داخل شد وی چیکار میکنه؟ 9 ماه اعتراض کردم، 9 ماه از لقمه حرام دور بودم و این فرزند به دنیا آمد. و این شوهر گفت میدانی که پشت گردانیدن در جنگ این بی‌نهایت امر قبیح هست، این بدبختی هست. اگر تو میگفتی که فرزند تو در این جنگ شهید شده است من باور میکردم، لیکن پشت گردانیدن در من باور نکردم، زیرا این من به لقمه حلال به وای رسانیدم. این فرزند از لقمه حلال وقتی که به دنیا آمده است و به لقمه حلال وقتی پرورش کردم، این شجاعت و دلیری همه در وجود این فرزند تسلیم شدگی بود. محمد طیب میگوید که در پایان همین قصه وقتی که زن پادشاه وقتی که پرهیزکار شده توانیست، متقی شده توانیست، پس زن آدم عادی چگونه پرهیز کردن نمیتواند؟ وقتی زن پادشاه که تمامی نوش و نعمت دنیا در نزد اونها مهیا هست، بازم این وقتی که وی پرهیزکار شد، وی لقمه حرام در وجود خود که راه نداد، پس زنهای ما و شما آیا نمیتوانند؟ میتوانند. این برادری که از ما درخواست کردن اگر برای فرزند با حیا و خدا ترس اگر تو مقصد داشته باشی، یگانه میتوانی که لقمه حرام بر خانت حاضر نکن و زنی خودم تعلیم ده که از هر لقمه های حرام استفاده نکند، انشاءالله فرزند سالم و صالح در خانه تو پیدا می شود. من یک منظره را هیچگاه فراموش نمیکنم. در یک کست ویدیویی که برای خنده ماندن اونم، که یک منظره خنده آور بود و هم مصیبت آور بود، من همون هیچگاه فراموش نمیکنم. وقتی زنی را دیدم حامله‌دار بود، در همون کست حامله‌دار بود و همان شکمش آشکارا نمایان بود. یک معرکه هست، بچنان رقص دارد، حامله است، ممکن که همین روزهای نزدیک وی تولد کند، لیکن به نهایت همون معرکه رقص همون آباد گرفته است، رقص دارد. وقتی زنی که در حالت حامله با این عملهای درشت و ناخوب وقتی دست میزند، فرزندی او چگونه فرزند میشود؟ اگر وی دختر تولد کند چی بچه تولد میستی خودش یک رقاصه است، این چی دیگر؟ وی دیگر یگان فایده نه در اسلام و نه در جامعه نمیاره. اگر زنهای ما و شما در حالت همون فرزندها در شکمشان بدن، پرهیزکار باشند، با نماز باشند، خدا ترس باشند، انشاءالله از اون فرزند ما و شما در آخر یک برکت میابیم. و الا اگر بیراه باشند، غیبتگر باشند، کوچگر باشند، از اون دیگر تو فرزندی خوب طلب نکن که زن به منزله زمین است. چگونه ای که همین زراعت ما و شما در زمین میپرتاییم که زمین و یا قوت میدهد، زمین و یا میرویاند،
انا زنم به منزله زمین است. السلام علیکم حضرت دامولا درباره همین مرده‌شویی هایی که در معرکه ها از کمبودی شخصان مرده شده سخن میگویند، سیر آنها را آشکار میگویند، چیزی میگفتید؟ یعنی یک برادر از ما درخواست کردند که بعضی مرده‌شوی‌های هست که مرده را میشویند و آن کمبودی هایی که در همون مرده هست در بین مردم آشکارش میکنند که بدن وی این گونه هست، بدن وی این گونه هست. آیا پیغمبر در حق اینها چی گفته است؟ پیغمبر میگوید من غسل میتا فکتم علیه غفر الله له 40 مرة. این حدیث حاکم است. پیغمبر خدا گفتند کدام شخصی که یک برادر مؤمنش را، مسلمانش را میشود، تازه میکند و آن کمبودی هایی که در بدن او میبیند و او را میپوشاند، خداوند 40 بار گشته و برگشته این مرد شوینده را، این غسال مغفرت گناه میکند اگر سیر این برادرش پوشانده بگرداند. در دیگر حدیث میگوید که و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامت. این حدیث متفق علیه است. کسی که عیب یک برادر، کمبودی یک برادرش ستر میکند، خداوند کمبودی های این مرد در روز قیامت میپوشاند، در بین محشرگاه شرمندش نمیکند. هست در اصل مرده‌شویی های هستند که در بین مردم تمام کمبودی هایی که اون برادر دارد وی را خبر میدهند. اولا برادرای عزیز، ما و شما باید دائم تیار باشیم. چگونه پیغمبر میگوید استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از آنی که مرگ بالای شما میآید شما دائم آماده مرگ باشین. یعنی دائم کاری کنید که در بدنهای شما هیچ کمبودی نباشد، تا که بعضی از این برادرای ما و شما سیری ما و شما را آشکار نکنند و ما و شما را در هم عالم ارواح هم چکار نکنند، دقت ندهند، غم ندهند. مکن غیبت اگر عقل تمام است. سعدی میگوید این غیبت است. مکن غیبت اگر عقل تمام است که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر، به عیبی کس کجا پرداز آخر. همون آدمی که سیر یک برادر آشکار میکند، چه از مرده‌شوش باشد، چه از معامله های زندگی ما باشد، چه در همسایه‌داری ما باشد، همون کسانی که وقتی سیر یک برادر آشکار میکنند خودشان به عیب هستند. وقتی اونها را سعدی میگوید خودت نظر کن، تو سر به سر تو عیب داری، نقص داری، کمبودی داری، پس عیب یک برادر تا کجا میکاوی؟ کجا یک برادر تا تو شرمنده میکنی؟ حتی در بالای گناه برادر دیدی وی هم بنده است، وی بی کمبودی و بی گناه نمیشود، وی آشکار در بین مردم نگو. حاتم اعصم خدا رحمت و مغفرت کند، چی یک اولیای بزرگ بودند که پیش وی میگد مردم بسیار مراجعت می آمدند، هر گونه مشکلات هاشون نزد حضرت می آمدند، بیان میکردند، حضرت با آنها توصیه های نیک میداد. روز میگه یک پیرزن آمدند، یک کمپیر آمدند نزد حاتم اعصم، برای چی کمبودی زندگی داشته است. حضرت وقتی میگوید که نزد حاتم اعصم در آمدند، اعصم گفته عربها کر میگویند، این لقب حاتم اعصم همین کری از کجا پیدا شد؟ میگوید وقتی که همین کمپیر که نزد حضرت حاتم در آمدند، وقتی خواستن که میشینن که همین کمپیر بیچاره را بادش میگه بلند برآمد. حاتم میگوید اینا شنید و در حال گویا که نشنیده باشد. این پیرزن بی نهایت خجالت شد، دیگر قدرت نمیکرد که آن مشکلاتی که دارد نزد حاتم بیانش کند. بی نهایت یک مقدار نشستن، حاتم هم خواب بود، کمپیرم خواب بود. بعد این کمپیر گشته گفتن ای حاتم، گفتن من یک مشکلات دارم نزد شما آمدم. حاتم بینین، آدم مسلمان بینین، برای آنه که همین کمپیر خجالت نشود، سیری وی پوشیده بماند، به سوی همین کمپیر گفت، مادر گفت بلند گپ زن که من کر هستم. بلند گپ زن، این گفت من کر هستم. میگوید این پیرزن باز بلند گفتند، باز حاتم گشته گفتند، مادر گفتند
بخشش زیاد، من به نهایت کر هستم، بلندتر گپ زنید. این کمپیر میگه در دل خود شاد شد که این عملی مرا این حاتم نشنید و خجالتش از بدنش گم شد. میگه همین حاتم بعد این کمپیر رو از خانه جواب دادن، این کمپیر 15 سال دیگر حیات دید. 15 سال حضرت حاتم در بیرون کوچه حتی که کر میگشت و تمام مردم و یک کر میگفتند. وقتی این کمپیر از دنیا گذشت، باز حضرت حاتم میگه اصل اوله خود باز همون به مردم معامله کردند و همان گوش شنوای خود باز در بین مردم آشکار کردند. این از حق برادری. شر نیست که هیچ آدم به کمبودی نیست. یگانه به نقص و به کمبودی همون ذات پاک است. همه شما گناهکار هستید. باور کنین اولادهاتون اگر ورق زنن چی کمبودی ها در اولادهای شما هست. شر نیست. شر نیست دختری فلانی این تکرد، زنی فلانی این تکرد، بچه فلانی این تکرد. اینا عیب هستن، شرمنده میشین. این زبان خدا برای این نداد است که عیب یک برادر را آشکار کنی، عیب یک برادر را تو بجویی. این زبان برای این نآمده است. به نهایت شرمندگی هست. السلام علیکم داملای محترم. سوال من این است: بعضی از کسان در نماز با جامه و ریششان و انگشتانشان بازی میکنند. این چه حکم دارد؟ در اصل نماز این ستون دین است. نماز عبادت هست که مسلمان را از کافر جدا میکند. یگانه عبادت هست که بنده با خدای خود راز میگوید. باید که در حالت نماز ما و شما هیچ حرکت ها نداشته باشیم، به هیچ طرف نگاه نکنیم، نه به انگشتمان، نه به ریشمان، نه به جامه‌مان باید که بازی نکنیم. دستهای ما و شما زیر ناف بسته، چشمهای ما و شما فقط به سجدگاه باید نظر کند، نه به هر جانب دیگر. این نماز است. پیغمبر میگوید ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. شما خدا را چنان عبادت کنید که گویا که خداوند نزد شماست و شما را نظارت دارد. این چنین خدا را عبادت کنید. تصور کن که خداوند نزد تو و تو را نگاه دارد. انا همین خیل عبادت کن. میگوید روز پیغمبری خدا نگاه کردن که یک توده مردم با ریشهای خود بازی میکردند. چی گفتند؟ گفتند لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. اگر دل همین بنده ترسننده به سوی خدا میشد، هر آینه این به بدن خود بازی نمیکرد. باید تمام اعضاهای ما از خدا بترسد در حالتی که ما در نماز راست میستیم. حاتم اصم باز میخواهم یک قصهش یادم آمد. همین حاتم اصم وقتی میپرسند که تو وقتی در نماز میخواهی که نماز خوانی چگونه نماز میخواندی؟ میگو وقتی نماز میشد من طهارت میکردم و در بالای جای نماز می آمدم، یک مدتی می نشستم که تمام اعضای من آرام گیرد. وقتی اعضای من آرام می گرفت راست می شدم و تصور می کردم که قبله در پیش من است و خود را تصور می کردم که در بالای پول صراط ایستادگی هستم و چنان تصور می کردم که در طرف راست من جنت است و در طرف چپ من دوزخ است و چنان تصور می کردم که حضرت عزرائیل در پس پشت من ایستادگی است و گمان می کردم که همین نمازی که الحال من می خوانم آخران نماز من هست. شاید که من به نماز عصر نرسم، شاید من به نماز شام نرسم. این تصور نگاه در خیال من می گذشت. و دیگر چیزی که مرا می ترسانید این بود که آیا این نماز من نزد خدا قبول شد یا نشد. حاتم اصم می گفتن این گونه من نماز می خواندم. البته ما و شما باید پیروی حاتم اصم باشیم، باید پیروی دوستان خدا باشیم، باید پیروی ابوبکر باشیم. ابوبکر میگه در نماز میدیدی گویا که یک چویی که در زمین خلاندگی است که حرکت ندارد، مثل همون نماز میخواند. حضرت علی میگوید وقتی نماز خوانی می آمد گویا که همین یک جریان الکتریکی زده باشد، میلرزید.
میگفت من نزد خالق میستم، نزد ذاتی میستم که اگر در یک میجه زدن دنیا را چپه میکند، نزد او ایستادگی هستم. نزد ذاتی هستم که وای ذات گفتگی هست که این عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها ویشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. من نزد آن ذاتی هستم که همین نماز خداوند کوهها را پیشنهاد کرد، آسمانها را پیشنهاد کرد، بحرها را پیشنهاد کرد که همین نماز قبول میکنین یا نه. کوها میگوید حضرت علی با این بزرگی ترسیدن، گفتن ما نماز قبول نمیکنیم. و حملها الانسان، نماز انسان قبول کرد. پیشنهاد آدم کردن نماز قبول میکنی؟ گفت بله قبول کردن. وقتی که کوها با این بزرگی که طاقت نماز نداشتن، پس وقتی من نماز خوانم چگونه حرکتی در نماز کنم؟ انا همچنان باید که ما و شما نماز داشته باشیم. خدا رحمت کنه صوفی الله را، همین عبادت های ما و شما را دیده میگوید که دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. دل جدا زبان جدا باشد. در زبان تو نماز خوانده ایستاده ای، لیکن دل این نماز تو را تصدیق ندارد. دل تو در دیگر جا هست. دل جدا زبان جدا باشد، این کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر. جسم در خانقاه است، جسم ما در بالای جای نماز است، لیکن دلمان در سیر است، این چگونه عبادت است؟ میگوید دست در سبحه زبان در یاد، این چنین بندگی. دست در سبحه زبان در یاد، دل در آرزوی دنیوی فریاد. در دست ما تسبیح داریم، سبحان الله سبحان الله میگیم، لیکن دل ما فقط محبت و میلش به سوی دنیاست. میگه ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. بیرون تو میگوید اگر نظر کنیم تمام لباس اسلامی در بر تو هست، لیکن در درون مکر و فریبی ها وجود دارد. در آخر حضرت غضبناک شدن، گفتند این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. اگر همچنان تو خدا را عبادت کنی، همچنان بے پروایانه عبادت کنی، از این گونه عبادت مردن تواری بنده بهتر است. السلام علیکم اکی داملا. در قبرستان ها بالای قبرها عمارت ها شده ایستاده است. آیا این درست است یا نه؟ در اصل امروز باز چه یک بدعت، چه یک بدبختی بالای ما و شما آمده است که بالای قبرها را چی بناهای زیبایی می سازیم، حالان که رسول اکرم نهی فرمودند ان یقعد علی القبر و یقصص ان یبنى علیه. پیغمبر خدا میگوید که من نهی میکنم، شما را باز میدارم اینکه در بالای قبر ننشینید. یعنی وقتی شما قبرستان رفتین بالای قبر یک برادر ننشینید. و دوم اینکه در بالاهای قبر شما عمارت بنا نکنید. در حدیث دیگر میگوید پیغمبر نه عن ان یکتب علی القبر شیء، شما را من میکنم که در بالای قبر چیزی ننویسانید، مکتوب نکنید. اینها نهی از پیغمبر ما و شماست. قبرهای ما و شما باید عادی باشند. بالای قبرها به نهایت خوب می شود که شما یک درخت شینانید و یا آب دهید تا وقتی که وی سبز است وی در حق مرده های شما. اگر بعضی بچه های داشته باشند که تبارک خان نباشند، یاسین خان نباشند، از همین خیل فرزند همون درخت بهتر است که در حق هم پدر مادر وی تسبیح میگوید. این عمارت ها را بالای قبرها نکنید. بعضی ها باور کن وقتی در قبرستان جای عبرت است و جای شهر نیست. باید انسان عبرت گیرد که امروز برادری من آمد، فردا من اینجا چکار میکنم، مکان میگیرم. بالای و اسراف است. اسراف در مسئله ها میگوید که اگر قبرکن ببینین اسلام مبادایی که اگر در وقت گراندن مرده
خواه کرته خوده، خواه ساعتی خوده، خواه بیلی خوده، یعنی چیزی از اشیای دنیایی که بابای آدم محتاج است اگر فراموش کند، در اسلام کندن قبر دوباره اجازت نیست، لیکن برای آنه که یعنی اشیایی که مردم به او احتیاج دارد وای در اونجا پوسیده و ویران نشود، دوباره کندن قبر اجازت است تا که وای در داخل همین قبر اسراف نشود و ویران نشود. بین در قبر حتی در لحد خیشت پخته را ماندن مکروه است میگویند، برای به خیشت پخته مردم زنده احتیاج دارند. یا تخته نگذارید میگد، فقط همان توده خاک لایه که هست با همونها شما دهان لحد محکم کنید تا که همون اشیای مالی که ما با او احتیاج داریم در داخل قبر اونها اسراف نشود، نابود نشود. به نهایت خوب می شود همون پولی که شما در بالای قبر صرف میکنید فقیرها و مسکینها را دین در حق پدر مادرتون دعا کنید. صوفی حضرت مولوی جنونی میگوید اگر گورت همه نقش و نگار است، اگر در بالای گور قصر کنی، گنبدها بریمانی، فانتنها کنی، اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پور در لحد گر اژدها است؟ چی فایده دارد وقتی داخل قبر اژدها داشته باشد؟ بیرون قبر فسان نکنین، بزیب نکنین، داخل قبر زیبا کنین. کاری کنین که در دنیا شما عملهای بهتری نکنین، این نقش نگار داخله افضل تر است. حضرت میگوید مشو در مذهب ظاهر پرستان، با باطن کوش بشنو پند مستان. ظاهر پرست نشو، فقط باطن میگه پاکیزه کن، داخل زیبا کن. سوال های زیاد ماند، همین آخران سوال میخونیم انشاءالله دعا میکنیم. السلام علیکم حاجی میرزا اکای داملا. یک گروه از زنان پیدا شدند که با پول در بالای مرده گریه و ماتم تشکیل میکنند، آیا این چه حکم دارد؟ در اصل من به نزدیکی در یک رایان بودم، اونجا یک دو سه زنک پیدا شده است بالای مرده ها دا آمدن نوحگری میکردن، بعد اونها را پول میدادن. مثال میگویند که من 20 سامانی ده مرده تو را خوب میگذرانم. میآید در بالای مرده ما و شما، بعد به نهایت نوحه خوب میکشیدن، شعرخوانی میکردن. باور کنین اینم یک مصیبت است. حالا که وقتی که همین پدر شما، مادر شما، برادر شما وقتی میبینین که در حالت نزع جان است، پیغمبر توصیه کردن برای ما و شما این بدبختا چی لازم است؟ سخن پیغمبر پیش است، میگه لکنوا موتاکم لا اله الا الله. وقتی اونها را شما در حالت خیلی اضطراب میبینید، حالتی که الحال جان وی دنیا را پدرود میکند، فقط در نزد او لا اله الا الله، لا اله الا الله گویید. فقط اینه در نزد مرده هاتان خوانید. وقتی وی از دنیا گذشت، من چند حدیث بهر شما میخوانم. پیغمبر گفتند من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. وقتی که اگر کدام شخصی که آخران کلمش لا اله الا الله باشد، وی وارد جنت می شود. خوش به حال هم برادرایی که در دنیا زبانشون به کلمه لا اله الا الله آموخته میکنند، در حالت جان کندن دیگر اوف نمیگویند، بلکه چی میگویند؟ الله 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 لا اله الا الله. این سخنها را در حالت سکرات موت آن بنده تکرار میکنه که در دنیا اگر زبانش با این کلمه آموخته باشد. حضرت مولوی میگوید به هر حرفی کند عادت زبانت، به وقتی مرگ آید در دهانت. هر چیزی که اگر تو در حالت زندگی اگر در زبانت آموخت کرده باشی، انا همون در حالت جانکنی بر دهان تو می آید. خوش به حال همون زبان، خوش به حال همون دهانی که لا اله الا الله دارد، در حالت سکرات موت هم همین چیکار میکند؟ به زبان شما می آید. وقتی که میگوید سعد ابن عباده از دنیا گذشتن، رسول اکرم با همراهی سه اصحاب عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن مسعود نزد سعد ابن عباده آمدند.
وقتی دیدن که حضرت سعد از دنیا گذشتند، پیغمبر خدا گریه کردند، همه صحابه ها گریه کردند. وقتی همه که در گریه شد، پیغمبر گفتند الا تسمعون، آیا شما نشنیدین؟ این العین تدمع والقلب یحزن. چشم ها گفت آب می پرتایند، دل ها گفت غمگین می شوند، ولکن یعذب بهذا او یرحم و اشار الی لسانه. پیغمبر خدا گفتند با آب چشم، با رحم دل خدا شما را عذاب نمی کند، لیکن عذاب میکند خدا شما را با این و اشار الی لسان. اشاره به سوی زبانشان کردند، گفتند اگر با این زبان شما چیزی بگویید انا اینجا شما گناهکار میشوید. با گریه کردن شما گناهکار نمیشوید، با رحم خوردن، ضیق شدن، غمگین شدن شما ثواب میگیرید. لیکن وقتی نوحگر تشکیل میکنید، وقتی این گونه توده زنها را میارید و بالای مرده های شما را آباد میگیرد، به خدا قسم خودتان مثل حیوان میمرید و مرده های شما در عذاب هستند، زیرا شما تجاوزی در امر خدا، تجاوزی در امر پیغمبر کرده ایستادید. پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید المیت یعذب فی قبری بما نیح علی. مرده های شما در قبر عذاب میکشند با نوحه‌ای که شما در دنیا داشتید. همین نوحه و داد و فریاده که ای پدر رفتی، ما چی کار میکنیم، ما دیگر چگونه زندگی کنیم، حالی ما چی میشود؟ وقتی اینها را شما به زبان میگویید، همین مرده شما، همین پدر شما در عذاب گرفتار میشه. پدرای عزیز، برادرای مهربان، خوش به حالتان که نصیحت کنین که در بالای سر من گریه نکنید. یعنی گریه کنن فرزند شما جایز، لیکن داد و فریاد نگن. زیرا که ای فرزند من نصیحت کنید، از من دیده بهترها گذشتند، از من دیده عزیزان خدا گذشتند، من کی هستم؟ او خدا را امرش از کل نفس ذائقة الموت، همه شما مرنده هستید، از مرگ کسی گریز ندارد. لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بالدعوى الجاهلیه. پیغمبر گفت اصلا امتی من نیست کسی که در حالت مرده چهرهش میخراشد، پیشی برش میکند و دعا بالدعوى الجاهلیه، داد و فریاد میزند مثل که پیش از اسلام برای مرده هاشون گریه میکردند. اینها گفت از من نیستند، یعنی این نوحگرها امت پیغمبر نیستند. اینها را شما در خانه راه نتین که همه شما گناهکار میشوید. و اگر این چنین زنها باشند، اگر صدای مرا شنوند، من برای اونها یک حدیث آخر تلاوت میکنم که خاص ان همین توده زنهاست. پیغمبر چی میگوید؟ النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت و علیها سربال من قطران و درع من جریب. اگر نوحگرهایی که از دنیا گذرند و توبه نکنند، روز قیامت خداوند این نوحگرها را راست میکند، در بدن اینها یک لباس سربال من قطران، یعنی همون لباس هایی که مثل بگیم سینتتیک امروزه که تیز در میگیرد، انا همین خیلی لباس ها را در دوزخ خدا برای این نوحگرها آماده کرده است. همین لباس در بدنشان میپوشانند و اینها را در دوزخ میپرتند که به مجرد پرتافتن لباس جسد در حال میسوزد. چه عذابی وزنی دارند اگر توبه نکرده از دنیا گذرند. برای همین جوانای عزیز، این مصیبت ها امروز بالای ما و شما آمده ایستاده است، پیش راه اینها را شما گیرین. این وظیفه هر کدام شما است. وقتی اگر زنی شما میگوید که یک چند نوحگر آمده است، اونها را شما در خانه راه ندهید. اگر کسی برای اونها طعام آماده کند، اونها هم در خوردن اونها گناهکار هستند. کسی سم میدهد، در هر سامانش 1000 سال در آتش دوزخ میسوزی. او یک سامان یک بیچاره را در حق پدر مادر دعا کند، نوحه و شیطانی است، دروغ است. چرا نوحه میکند؟ برای پدر مادر فرزند دلش میسوزد، او بیگانه برای چی میسوزد؟ وای پول کار کنی آمده است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان، این برادرهایی که بهر ما مکتوبها ارسال کردند و الحال جواب آنها را شنیدند و اینها سبب شدند که ما